دادگاه حربی ولایت ختلان یک پیرو شاهدان یهوا را برای سرپیچی از پوشیدن لباس حربی در ارتش تاجیکستان به نیم سال زندان محکوم کرد. دانیل اسلاموفی 18 ساله ماه اپریل امسال از ناحیه فردوسی پایتخت به خدمت در یک قسم کمیته حالتهای اضطراری در ناحیه باختر جلب شد. ولی در ارتش گفته است مذهب آنها اجازه نمی‌دهد لباس نظامی به بر کند. او پیشنهاد کرده است که در عوض 2 سال خدمت در ارتش برایش کار غیر نظامی بدهند. مقامات دادگاه حربی ولایت ختلان روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفتند که این درخواست دانیل اسلاموف رد شد و او با جرم سرپیچی از اجرای وظیفه‌های نظامی محکوم گردید. حالا او در زندان نظامش سنگین شهر قرغانتپه نگهداری می شود. قبلا علیشیر رفیقزاده دادرس دادگاه حربی ولایت ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت این جوان بازداشت نشده در قسم حربی بود. ظاهرا دانیل بعد از اعلان حکم در تالار دادگاه بازداشت و به زندان فرستاده شده است. حکم اسلاموف هفته گذشته صادر شده. نزدیکان دانیل گفتند تا حد توان برای بازنگری حکم تلاش خواهند کرد، اما از صحبت بیشتر خودداری نمودند. وکیل دفاع دانیل گفت که نفری تحت حمایتش از حکم راضی نیست و آنها به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. او از قول نفری تحت حمایتش گفت دانیل پیش از شروع خدمت رسما عریضه نوشته است که طبق مذهب آنها پوشیدن لباس نظامی منع است، اما این عریضه را به اعتبار نگرفتند. یک نفر آگاه از مذهب شاهدان یهوا گفت بنا به باور آنها نباید سلاح بگیرند و جنگ آموزند و لباس حربی پوشند. او گفت در 15 سال اخیر بار اول است که در تاجیکستان یک پیرو مذهب شاهدان یهوا با جرم سرپیچی از پوشیدن لباس نظامی روانه زندان می‌گردد. پیروان این مذهب به این فکرند که خدمت سربازی باید با کارهای جمعیتی در خانه پیرانسالان و معیوبان پشت سر شود. افزود این هم صحبت ما. در تاجیکستان خدمت حربی برای جوانانی از 18 تا 27 ساله حتمی است و به هیچ گروه مذهبی امتیاز داده نمی شود. تنها به افراد معیوب، پسر یگانه در خانواده و آموزگاران دهات موقتا برای جلب نشدن به ارتش قانونگذاری امتیاز داده است. دلرباز صمد و رئیس سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی گفت که در طرح نو خدمت حربی گفته شده است که شهروند می تواند با پرداخت مبلغ معین از خدمت سربازی آزاد شود. همچنین این طرح خدمت حربی را از 2 تا 1.5 سال در نظر دارد، ولی این طرح هنوز نهایی و تصویب نشده است. بحث پیروی سازمان شاهدان یهوا در حالی است که فعالیت این گروه در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. این سازمان سال 1997 در تاجیکستان فعالیتش را قانونی کرده از رویه‌های فعال مسیحی شناخته شد. فعالیت این سازمان دینی نصرانی سال 2007 با یک قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان که آن وقت اداره امور دین در اطاعتش بود ممنوع اعلان شد و سپس از طرف دادگاه تصدیق شد. آن وقت مقامات تاجیکستان گفته بودند که در فعالیت سازمان شاهدان یهوا چند مورد نقض قانون‌های کشور را آشکار کردند. از جمله به گفته مقامات مسئولین این سازمان مذهبی به دعوت جوانان برای سرپیچی از خدمت حربی در صف ارتش تاجیکستان عیبدار شدند.